تکرر ادرار میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. اول از همه مصرف زیاد چای و قهوه، مخصوصا نزدیک ساعت خواب. استرس هم یه عامل جدیه. مثانه تحت فشار روانی هم ممکنه تحریک بشه. اگه تکرر ادرار با سوزش همراهه، میتونه علت عفونت مجاری ادراری باشه. گاهی مثانه بدون هیچ دلیل قانع کننده مدام پیام میده بری دستشویی که اینو بهش میگیم مثانه بیش فعال. دیابت هم یکی از دلایل پنهانه، چون میزان ادرار رو زیاد میکنه. توی آقایون هم بزرگی پروستات میتونه یه علت دیگه برای تخلیه ناکامل مثانه و تکرر ادرار بشه.